مشکلی وجود نداره. هیچ کجا جز ذهن تو هیچ مشکلی وجود نداره. مشکلات تو فقط تو ذهنتن. اگه فکر میکنی نه آخه نگاه کن بابام بد اخلاقه، کی گفت نباید باشه؟ کی گفت قرار بود بابای تو خوش اخلاق باشه؟ پس مشکل تو بد اخلاقی بابات نیست، مشکل اینه که تو فکر میکردی بابات باید خوش اخلاق باشه. بچه‌م مریضه، کی گفت نباید باشه؟ ذهنم میگه بچه من نباید مریض باشه. کی گفته؟ رفتم پیش یه عاقلی، من اینجوری میگم یه عاقلی، یه کسی که سرش به تنش میارزید، بهش گفتن بچه‌ت مرد، گفت قرار نبود نمیره، بچه منم قرار بود بمیره. قرار نبود نمیره. مادرت مریضه، قرار نبود مریض نباشه. حالا میرم دکتر، میرم آزمایشگاه، میرم تلاش میکنم حالشو خوب کنم، کمکش میکنم، کاری اصلا بر بیاد انجام میدم، برام نیاد میپذیرم. نه قرار نبود مریض. پس اون مقاومته، اون انتظاره که نباید اینطور میبود رو ازش میگیرم. و وقتی ازش بگیری حالت بلا فاصله بهتر میشه، چون پذیرفتن یه احساس بد یه احساس خوبه. آخه من برای این حرف نمیزنم که واقعا کلافم از تکرار، ولی خب تکرار راه یادگیریه، راه دیگه‌ای وجود نداره. من هر چیزی که یاد بگیرم از طریق تکرار یاد میگیرم. برای همین بعضی موقع باید تکرار کرد. پذیرفتن یه احساس بد یه احساس خوبه. اینکه تو غمگینی، اوکی غمگینم، چه جالب، بذار ببینم آدما وقتی غمگینن چه جوریه. اینجوریه، چه جالب. کی گفته نباید باشم؟ کی گفته من قرار بود زندگی کنم بدون اینکه غمو تجربه کنم؟ ذهنت بهت گفت و تا ساده گولشو خوردی. پس من قراره اینجوری باشم، من قراره اونجوری، من نباید پول از دست میدم، نباید مریض میشدم، پام نباید میشکست، هیچ کدوم این اتفاق نباید برام میافتاد، من باید میومدم تو این دنیا توی حباب توی پر قو ببرنم بیارنم، هیچ اتفاقی برام نیفته. تو قرار بود اینجوری زندگی کنی؟ کجا کی قرار داد با تو امضا کرد که قرار بود سختی برای تو به وجود نیاد؟ کی قرار داد با تو امضا کرد که قرار نبود فرزندت مادرت مریض بشن؟ وقتی متوجه بشی که هر چیزی میتونه تو هر لحظه اتفاق بیفته، در معجزه برات باز میشه. پس مدیتیشن یه تمرینه برای معجزه. مدیتیشن یه تمرینه برای اینکه ببینی چی کار میتونستی بکنی، چی کار نمیتونستی بکنی که الان میتونی بکنی. اگه قبلا نمیتونستی وابسته نباشی، الان میتونی وابسته نباشی، این تعریف معجزه است. اگه قبلا نمیتونستی خشمتو کنترل کنی، الان میتونی خشمتو کنترل کنی، این تعریف معجزه است و این دقیقاً اتفاقی که توی مدیتیشن میفته. من رو هیچ چیم کار نکردم، همه چیزم خوب شد. مشکل خشمم برطرف شد، اعتیادم از بین رفت، اعتماد به نفسم بیشتر شد، همه چی خوب شد. چرا؟ چون مدیتیشن کردم. ما روی خودمون کار نمی‌کنیم، روی مشکلاتمون کار می‌کنیم و اون مشکلات هم چیزاییه که ذهنت بهت میگه. تو فکر می‌کنی نباید پرخور باشی، کی گفته نباید پرخور باشی؟ اگه آدمی هستی که توی خودت یه سری مسائل و مشکلاتی رو حل نکردی، یه جوری خودشو نشون میده، اون جور یا پرخوری یا اعتیاد یا یه سری چیزای دیگه است. روی خودت کار کن به جای کار کردن روی مشکلاتت، چون مشکلی وجود نداره. تو هم مشکل نیستی، تو میتونی بهتر بشی، تو عالی، ولی میتونی بهتر بشی. کریشنامورتی میگه You are perfect